همین دعا بیا بخونیم. من میگم شما با دلتون بگین که فردا شاهد شوه که ما راضییم این پیغمبر ایمی خدا ایمی دین که با واسطه ایمی دعا جنت بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. رضیت بالله ربا و اسلام دینا و سیدنا محمد نبیا و رسولا. پروردگارا من راضیم که تو رب می، تو الله می، تو خدا جان می. من راضیم. ای پروردگار من راضیم که این دین عند الله الاسلام، دین حق نزدیک پروردگارم دین حقی، دین من اسلام. من راضیم که من مسلمان و من دین دارم. در دنیا 5000 ادیان ای، چندین هزار مذهب ای. من فخر میکنم من دین مذهب خودم که در دین اسلام، در مذهب ابو حنیفه ام. باید هر انسان از دینش فخر کنه، از مذهبش فخر کنه، پیغمبرش. تماشاگران عزیز، شرکت داروفرما با شما بهترین داروهای طبیعی را برای خرابشوی، فربه‌شوی، برآوردن ریش و موی سر، پلاستیک خونگی بدن، دوامناک کردن همخوابگی، زیاد کردن شهوت مرد و زن، کسلی‌های پوستی، بقایت کردن ایمنیته چه از کودکان چه از کلانسالان، درد تمام اعضای بدن و غیره را با نرخ‌های دسترس پیشنهاد می‌کنند. ما را در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام با نام داروفرما می‌توانید که یابید و درباره هر یک داروی نوبر شده داروهایمان را تماشا کرده معلومات پورا گیرید. سراغ اینستاگرام در اپیسن این ویدیو است. برای فرمایش خوبترش در ایمو و واتساپ رقم‌های 901 281 1010 مراجعه کنید. برده رسانی طریق پشت به تمامی شهرهای روسیه. من راضیم که این سرور عالم، این پیغمبر مشرق مهربان، این جنابی سرور دو عالم که این قدر خاکساره که تو میگه سر مبارک شه از زمین نمیورداره، امتی میگه تو میگه پروردگار امتی آخران ما دوزخ نبرارم ندرارم جنت سر موچ نمیکنم. در نومی خیلی پیغمبر بمبرم که 124,000 پیغمبر بر پیش میآید. میگه محمد گر نمی بود این قدر علم از کجا میشد، با الفاظ و با معنی قرآن این قدر کی آشنا میشد. شاعری عرب در وصف چه خیلی زیبا گفتگه. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك منیرا لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. ای محمد بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. ای بلبلان گوشه گلزاری احمدی بگویید صلو علی علی بر محمدی عربی. میگه ای صاحب الجمال یا سید البشر، ای صاحب جمال. این خیلی زیبایی پیغمبر حضرت یوسف حسن داشت، یکی طرح جمال داشت. جمال این حسن چی فرق میکنه؟ حضرت یوسف میدیدی اوخ شروع بود یکم برد. یکی جمال چند رسول خدا را میبینی همونقدر دلت سیر نمیشه، میگوی نگاش کنم دیگه چی نه رو همین خیروش نور مثل که چشمه آب میبره چند روشن میشه، همین خیلی دیدن میگیری ای دیدارش سیر نمیشه. در نموش بمبرم خدا ما را شفاعت و از دیدارش به نصیب نگردونه. ای سید صاحب الجمال و سید البشر، ای گفت سیدی تو سیدی بشری، تو تمامی انبیا و اولیاء را سردار شدی. من وجهک منیرا لقد نور القمر، چهره تو از قمر ای ماه تابان در روشن‌تر ای ماه تابان در ماه شو میگه شو مهتاب شو میبره تمام جهان روشن میکنه. میگه روی تو ای ماه در میگه روشن‌تر. مادر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که گردنبند و گم کردم چراغ نبود، با دندانای سفید مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر روشنی دنداناش میگه ما میگه محرم یافتم. این رو ببین چقدر چی بود. خوش به حال کسی که خیلی پیغمبر داره. بر آمدنت بهار دل پیدا شده رسول الله، بلبل بنوا گلها واشده رسول الله. ای کاش رفتنت نمیدیدیم ما که بر رفتنت قیامت برپا شده رسول الله. رسول خدا گفت من میرم یک شما نماز سخت بگیرید، من میرم اکاو دوداری کنین خیش تواری کنین، من میرم پدراتون احترام کنین مادراتون، من میرم گفت جنازه را شنیدین درکش دعا کنین، من میرم گفت ماه شریفی رمضان آمد بهانه نکاوین کسل نگیرین کتونه این ماه حدیث دادین یک روزی ماه شریفی رمضان خوردی بعد ایو 100 سال قضایی بیاری ثواب یک روزی ماه شریف نمیگیری. ماه شریف اومد خیر احسان کنین که در یک
کاسه اوقاتی در ماه شریف رمضان میتی 700 برابر ثوابه، در غیر رمضان یک کاسه حسابش میکنه. هم بابایشون در ماه شریف رمضان گفت قرآن زیاد بخونین، الف لام میم گفتی در ماه رمضان 90 ثواب مینویسه، در هر حرفش 30 ثواب، غیر رمضان 1 ثواب. خوش به حال قاریایی که چند بار تلاوت چکنن قرآن ختم. این رسول خدا ما و شما را گفت هی برادر دست خالی نیا و پر برا پر بیا. این مال دنیا و برای مال دنیا و برای چیز اکا و دوداری قد خفه نگی، برای یک تیکه زمین جنگ نکنید، برای مال دنیا یک دیگر در اصلیه و کورچه نگیرید. یک کس مال داده، عزت داده، مقام داده، بگو ماشاءالله خدا عزت تایید زیاد کنه. بخیلی نکن. چرا غم میخوری از بری مردن؟ مگر آنهایی که مردن غم نخوردن؟ برو از کنج قبرستان گذر کن ببین آنها از مال جهان با خود چی بردن. یک بار چه برای چی رسول خدا گفت که روز جمعه برین بسری افتاد قبرستان دعا کنید؟ وقتی رفتی با یک از قهری خفایی زیقی میره دو جمعه بینی هر یک تا ایما و تدا آدمای کشته و دولت دارو ایما و تدا عالما بودن خواب برده میشه. چرا میگم من برای یک عالم بخیلی کنم که همه هم عالم بود خدا رحمت کنه؟ رفت خاکی پای ناخونی حضرت علامه نمیشه. چقدر عالمی زبردستی بود. هر یک عالمای هر داملا حکمت الله خدا رحمت کنه. 100 سال دیگه اگر ما بگیم و خدمت کنیم یک درس تدریسی ورا کردن نمیتونیم، خدمتی ورا وردن نمیتونیم. یا فلانی آدم سخی بود مرد، غرور نکن، مال و ثروت همش بگه قبرستان که رفتی آدم ملایم میشه، نرم میشه، خر پس میشه. بگو من چرا برای اما اکم کردی؟ یا اکا دارم چرا با اما اکم خفه شد؟ پای رسول خدا نگفت اکا بی منزلتی ابی، اکا برای پدره، اگر ناراحت شی کدام پدر ناراحت کردی؟ من چرا بگو برای مال دنیا برای اکم ناراحت شد؟ اکا دو داری کنی، خیش تاور کنی، دوستی کنی، دولت داری کنی، وطن دوست داری، ملت دوست داری. یکی از گناه بزرگترین انسان کسی که نون و نمک این وطن میخوره، همین ملت در همین خیانت میکنه. نه خدا میبخشش نه مردمی وطن میبخشه. همون خواهینه خیانت نکنید، نان و نمک پاس بدارین. این تنجی امانی که دو دایمون شگرانه شب بکنید، خدا را شگر بکنید. خدا او روزی نه سال 91 92 را نیاره. ما دیدم سال 91 بابایشون دیده. مر اگر 100 میلیارد بتن زر خرید مرا نمیتونن خریده یهودیو. نه که بچه مرا جوانا را بچه ما را میتونن 20 25 ساله بچه را منحرف میکنن از راه راست. مغزشون هم تشوشتشو میکنن که و برزید ملت وطن بخیزید بر جنگ بدوزید. میگه اون نمیفهم، برای ندیدم بگومشم باور نمیکنن که ساعت 3 شب در آچیرت خله بودیم. برای خله و برای چی جنگو میشید؟ برای یک بلوشکه پیش خلبکه پرنیادا میرفتی تو سر میستودی که بعد یک نونت بتا. خدا نشونتا او روزایی که چقدر آدمایی که وقتی خدا نشونت جنگ شوه سیلو به دست دیگه نمیشنوه نمیفهمه، جاهل میشوه، راست و به سیلا را میپرونه، با سیلا را میپرونه. چقدر آدمات بو گرفتن درونی چیزا در فقط موسیقی جمع میکردن مرده را. خدا او روزا را نشونتا. دعا کنی، نمازتو نخوندی بعد این موضوع دعا کنی خدا تنجی را سرگردانی را نتمام. در این زمستان اومده سه عاقبت زمستان را بخیر کنه. بیوه و یتیم و مسکین بیچاره فقیر خدا مولش از زیاد کنه که کمری بخرن و در یک زمستانشون را بخیر بگذرونن. در حق ملتتون دعا کنید، بر حق مردمتون. بدترین ظالم همینه که برای پدر و مادرش، برای برادرش، برای وطنش دعا نمیکنه، برای همسایه‌اش دعا نمیکنه. او بدترین ظالم حسابش. دعا را یک چیزی دیگه بگو. مرز خواندم در تلفن خمون اس ام اس میته فلان که بابایشون من سازی خوبی ببینم میگه اوه مولوی روی کدام ده نو امام میبره همین دعا میکرده بابایشون فقط در نامه امام امام میبره که ایشونی فرخوری در حق من دعا کرده. میگم ای دریش جونم یک میگه یک آدم بد میبینی شو میبینی، نه که آدم نقص میبینی، آدم دوست میداری، او آدم بد. وقتی که نامه امام تا دنیا نگاه میکنی همون آدمی را بد دیده در حق چند بار دعا کرده. این آدمی را که فقط پول میدادی و دوستش میداشتی یک بار دعا کرده که نیست در حق. این روی خدای تعالی را چشه میگم حضرت من دعا میکنم، میگم الله مغفر لی ولی والدی همه را مومنین را دعا کنین. این کافی بشه، کامل بشه و همه نه که اک خصوصی نوشه بگیری و خصوصی بگو اکم او خصوصی اوتم او خصوصی بگو تقوی محمد رحیم او خصوصی بگو تقوی محمد علی او خصوصی بگو مولوی را دعا کنی. او فرد روز قیامت در همونجا چی میشه؟
ثبت میشه و خرسند میشیده بودم چقدر کسلی خوب میره خبرش میگیرن خرسند میشه که میگه رحمت کنه پدرش. من میادم شو میدونم که 3 بار مرا خبرگیر کرد، یه بار شویستم اومد، یه بار دیگه گرسون اومد، یه بار دیگه چیز اومد انار اومد. نه میگه خوک در سر این جیانویی که میگه هر روز یارو میگفتم که ایتایده یک بار خبرم نگرفتم. او یه آدم گفته که اکا حضرت می مرده یک کس خبر نمیگرفته، اینه که کاره هیچ که نمیاد در سر قولشون دعا کنه. اینه یک قولدموی چیان همی رو نگو فراموش کردیم. بعدی حضرت میگه ای بچم ایش بخیره ای همه در گندش میدون چه زنده خبر نمیگیرن ولی اکبون بریکو مایلی خبر بگیرین دوستی کنین یا جداشی نمیدی. میگه یک شیخ روز قیامت بردن گورش کردن همسایه یا بانگی عرقل گورش کردن همسایهش بوده. بعد میگه شیخ همی اومدن سر زنجیرو رو میگفتن شیخ همی بردن درون دوزخ. بعدی میستاده نگاه میگه خیلی بو بانگی ما آدمی الفتی ما آدمی خیلی عرقل رو بینماز چخپران نیکی و خیلی شیخ هر روز در مسجد بود هر روز امری معروف میگه هر روز چی میگه چی به شیخ هم میبرین. بعد میگه نگهبانای دوزخ گفتن ای خودش پرس بازم بگو شیخ چی با گو یک گناهی کلام کردم. گو چی گناه؟ گو همین با پیش مسجد میرفتم اونجا امام جمعه بدم خطیب بدم هر جمعه یک بار مسجد میرفتم لیکن اونجا خونه خالم بود. هر وقتی میرفتم خالم هر جمعه خونه‌ش میرفته شوربا رو میدوخته میگفته یک که همین بچه افهم میدونه خبرو میگیره. من همین وقت دیگه فکم چخ دیگه نگاه نمیکردم. جیانو مرا میدیدم میرفتم میگفتم او چه تقوی من دیدی او چه تقوی من دیدی. او بیچاره خواهر میرفته میشکیده که میومده که نمیاد تو بگره نگاه میکرده راه که من نمیومدم. خداوند مرا گفت که تو بنده مرا محتل کردی برای ان همین محتلاش تو باید جواب بدی. خشتبوری اکاو دادری اما که ایس بدرو خبر بگی ایس خبر بگی با ای همه اگر بگوی دوشو نبگیریم اما را خوله را امک شد همین یه سطس مرا در همی جشمیتی ای دیگه تمام. یک بچه دلیو بوده بعد امکش رفته سطس بوده ایجاش مونده بود یک کسی دیگری تبیته گفته سطس می دیگری گفته بچم واسه او که یه سطسم گفته نه ایشه در ایجا موندم ایشه در ایجا ایش با ایش گفت زنم بایشم. خدای تعالی پروردگار چند سخنی شکسته گفتیم در بابت مولود شریف. خداوند کریم صاحب سامانش در نامه اول صاحبان همی سفره صاحبان همی خاندان خصوصا مادران و خواهرانی که برای همی مالی و معنوی جسمی مادی فکری خدمت کردن خدای تعالی صاحب سامانش در نامه اولشان کتابت بگردن. مریض داشته مریضاشون اشفا بده مسافراشو در سر جانان نگه دار در دین استقامت نصیب شون بگردم. خدای تعالی هر مرادی داشته و مراد مقصد خداوند کریم بابا اجیره ای فرزندوش سیر که دو فرزند نبینه فرزندوش از سایبان دستگیری نوری چشم کنه. خدای تعالی همین جماعت از قلبشون با خبری از مقصد و مرادشون از قلب عمیقشون با خبری. خدای تعالی اگر وضع مالیشون تنگ باشه وضع مالیشون خوب کنه. خدای تعالی اگر مریض باشه مریضاشون شفا بده. اگر خدای تعالی دختری با بخت داشته باشن دختراشون یک شوهری متدین و دیندار و بچه بناموس نصیب گردون. اگر خواهانی کلین باشه کلین عفافه و صالحه و پاکدامن نصیب شو گردون. خداوند کریم پروردگار بازم دنیا را تنجی و امانی که این مریضی را از کشوری ما دور بگردون. خدای تعالی تاجیکستان ما را که قدر پیشرفت شده بوستان و گلستان شده خداوند کریم پروردگار از دشمنای درونی بیرونی نگهش بدون. مسئولین کشور کدامی که برای همین وطن مالی و مادی و معنوی خدمت میکنن جسمی و جانی خدمت میکنن در مرزای ایستادگیان شب و روز زنده دارن که ما و شما در آسایش و آرامش خواب باشیم. خدا نگهدارشون باشه ساق سلامت و پیش پدر و مادرشون بیاد. خدای تعالی پروردگار سرگردانی نگه می‌داره. یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.